سلام، من محمد صادق هستم. امروز با یک نرم افزار بسیار جذاب در خدمتتون هستم و میخوام نرم افزار کورتیل رو به شما معرفی بکنم. نرم افزار کورتیل یک نرم افزار کاهش حجم تصاویره که برای مدیران وبسایت، عکاسان و هر فردی که با عکس‌های متنوع سر و کار داره بسیار مفیده. یعنی چی؟ یعنی شما میتونید با استفاده از نرم افزار کورتیل تصاویری که دارید، عکس‌هایی که دارید رو حجمش رو کاهش بدید و به این شکل بتونید از منابع هاردتون بیشتر استفاده ببرید و همچنین بتونید اگر وبسایت دارید، اگر تدوینگر هستید یا حالا هر کار دیگه ای انجام میدید، میتونید با استفاده از این تصاویری که کاهش حجم پیدا کرده بهتر محتواتون رو به کاربرتون نمایش بدید و کاربر اینترنت کمتری مصرف بکنه برای دیدن مطالب وبسایت شما که توی تدوین حجم فایل نهایی رو برای شما کمتر میکنه. بریم سراغ ویژگی‌های مثبتی که نرم افزار کورتیل داره. اولین ویژگی مثبت نرم افزار کورتیل اینه که رایگان و متن بازه، یعنی به صورت اوپن سورس عرضه شده. شما میتونید برید کدهاش رو ببینید و کاملا متن باز هست. نکته بعدی این هست که وقتی میخواید از کورتیل استفاده بکنید و تصاویرتون رو کم حجم میکنید، هیچ افت کیفیتی رو شما مشاهده خواهید کرد به صورت محسوس. بسیار بسیار جزئیه. تو خیلی از عکس‌ها من همون جزئیشم ندیدم، یعنی اصلا انگار تصویرش تفاوتی با تصویر اورجینال نمی‌کرد، اما حجمش کمتر شد. نکته مثبت بعدی نرم افزار کورتیل اینه که رابط کاربری بسیار ساده داره این نرم افزار و خیلی هم سریع عمل میکنه. یعنی شما با کلیک کردن خیلی چند تا کلیک خیلی ساده میتونید از این نرم افزار استفاده بکنید و کم حجم بکنید تصاویر خودتون رو. نکته مثبت بعدی نرم افزار کورتیل اینه که در سیستم عامل‌های لینوکسی قابل اجرا هست. یعنی حالا شما اوبونتو استفاده بکنید، چه فدورا استفاده بکنید، رد هت بیس رو استفاده بکنید، دبیان بیس رو استفاده بکنید، حتی سوزه رو بخواید استفاده بکنید، کلا لینوکس های مختلف رو که بخواید استفاده بکنید، شما میتونید نرم افزار کورتیل رو داخلش نصب بکنید و ازش استفاده بکنید و دلیلش هم این هست که کورتیل بر مبنای فلت پک عرضه شده و هر سیستم عامل لینوکسی که فلت پک رو پشتیبانی میکنه شما میتونید نرم افزار کورتیل رو از طریق اون نصب بکنید. نکته مثبت بعدی نرم افزار کورتیل سرعت بالایی هست که در فشرده سازی تصاویر داره. یعنی وقتی شما یه عکسی بهش میدید خیلی سریع، حتی در سیستم های ضعیف خیلی خیلی سریع برای شما پردازش و این تولید عکس با حجم کمتر و با همون کیفیت خوب خودش رو برای شما انجام میده. نکته مثبت بعدی نرم افزار کورتیل اینه که برای مدیران وبسایت، عکاسان و انواع گروهایی که با عکس سر کار دارن خیلی کاربردی است. مثلا یکی از کاربرداش این هست که شما تعداد عکس بالایی رو روی گوشیتون مثلا گرفتید و به کامپیوترتون دارید یا به هاردتون دارید منتقل میکنید و میتونید بدینش به نرم افزار کورتیل برای شما کم حجم بکنه تا حجم کمتری رو مصرف بکنه سیستم شما. عکاسایی که خیلی عکس دارن میتونن از این قابلیت استفاده بکنن و بسیار براشون کاربردی است. مدیران وبسایت ها، حالا چه وبسایت هایی که با انجین‌های اختصاصی ایجاد شده، چه وبسایت هایی که از وردپرس و جوملا و غیره استفاده میکنه، دیتا لایف انجین استفاده میکنه، هر CMS یا هر وبسایتی که با استفاده از این CMS ها داره کار میکنه رو خیلی راحت میتونید داخل اونها ازش استفاده بکنید. نکته مثبت بعدی کورتیل دو تا ویژگی هست که حالا اینجا عذرخواهی میکنم یکم اشتباه نوشته شده، یکیش لاسلس، یکیش لاسی. از این دو متد فشرده سازی استفاده میکنه برای فشرده سازی عکس های شما. این لاسلس هست، این سی رو نداره، و یکیش هم لاسی که در واقع این دو تا قابلیت باعث میشه که فشرده سازی تصاویر با توجه به تنظیماتی که شما بهش میدید بهتر و بهتر انجام بشه، که حالا داخل ویدیویی که ما میخوایم با نرم افزار کورتیل کار بکنیم من اینها رو براتون توضیح میدم که چطور داره عمل میکنه. نکته مثبت بعدی نرم افزار کورتیل اینه که پشتیبانی میکنه از فرمت های تصویری مثل SVG، JPG، PNG و غیره. یعنی انواع فرمت های تصویر رو شما میتونید با استفاده از نرم افزار کورتیل فشرده سازی رو انجام بدید. شاید براتون جالب باشه که SVG رو هم فشرده سازی میکنه. به دلیلش هم این هست که یه سری الگوریتم ها رو ایجاد کردن که بتونه فایل های SVG رو هم بتونه با حد اکثر توان
فشرده سازیشون بکنه طبق ادعای خود این نرم افزار. نکته مثبت بعدی نرم افزار کورتیل و آخرین نکته مثبت شاخصش هست اینه که شما میتونید یک مجموعه عکس رو به صورت همزمان فشرده سازی بکنید. یعنی یه دایرکتوری رو میتونید بهش بدید که کل عکسایی که توی این دایرکتوری هست رو برای شما فشرده سازی بکنید و دیگه لازم نیست دونه دونه عکس رو انتخاب بکنید. تمام عکساتون رو توی فولدر توی دایرکتوری دارید، همش رو میتونید با هم به نرم افزار کورتیل بدید و کل اون عکس هایی که داخل دایرکتوری شما هست رو برای شما فشرده سازی میکنه. این نرم افزار بسیار بسیار کاربردیه و امیدوارم که توی ویدیوهای بعدی که با هم هستیم نحوه نصبش رو بهتون آموزش بدم و همچنین نحوه استفاده کردن از این افزار رو بهتون آموزش بدم و بتونید اون عکس هایی که میخواید رو فشرده سازی بکنید و لذتش رو ببرید. همچنین دقت داشته باشید استفاده کردن از این نرم افزار نیاز به دانش فلت پک داره که من توی ویدیوها دیگه در مورد نحوه استفاده از فلت پک توضیح خاصی نمیدم و براش دوره آموزشی تهیه کردیم، داخل وبسایت zilligame.ir منتشرش کردیم. اگر بلد نیستید از فلت پک استفاده بکنید کافیه اون آموزش رو تهیه بکنید تا بتونید از تمامی این امکانات فلت پک استفاده بکنید و براتون ناآشنا نباشه، چون ما کدهایی که داخل نحوه نصب نرم افزار و شاید در قسمت آموزش خود نرم افزار استفاده میکنیم فلت پکی هستن و اگر آشنا نیستید با این کدها و نمیدونید چطور باید این کدها استفاده بکنید و براتون سوال برانگیز هست، بهتر است اون بسته رو تهیه بکنید تا بتونید دانش کافی رو نسبت به نحوه استفاده از فلت پک یاد بگیرید. خیلی ممنون هستم که تو این ویدیو آموزشی همراه من بودی. امیدوارم مطالب برات کاربردی بوده باشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.